ما افغانا در دو چیز خیلی پیشتاز هستیم. در قدم اول در جنگ، بدبختانه که خیلی بدبختی را به ما آورده. در تمام دنیا به نام مردم جنگی معرفی هستیم، میشناسن ما را. در قدم دوم در سپورت خیلی پیشتاز هستیم که با سپورت به ما خوشبختی را آوردن. خوشبختانه بیرق افغانستان، نام افغانستان در تمام دنیا به نام نیک یاد میشه از این ناحیه. در چیزی که ما کم تجربه داریم او کاروبار هست، بزنس هست که ما بیخی آشنا نیستیم یا کم آشنا هستیم. ما شخصی نداریم که بیلیونر باشه در افغانستان، ولی امریکا داره، روسیه داره، چین داره، حتی کشور همسایه ما پاکستان داره. ما نداریم. به این معنی که ما کار نکردیم، زحمت نکشیدیم، از منابع داخلی خود استفاده نکردیم. ولی یک چیزی هست، امید دارم. امید من شما جوانا هستین. بالای خود باور دارین؟